دخترها شما هم هر سر خواه میخیزونین نمیدونین چی اوقات کنین. پس رفته امروز من به شما طرز تیار کردنی زگاتوونه فیلادلفی و کتلتی را نشان میدم که طرز تیار کردنش گفته نموند که خیلی آسان است. نیم ساعت وقتی ما رو میگیرد. پس رفتیم به تیار کردن. به ما لازم میشود قیمه گوشت، پیاز، برنج و یک دونه تخم، نمک و اسپیسی هایی که شما دوست می‌دارید میتوانید که یک جای کنید. وقتی که همه محصولاتمون را یکجایی میکنیم تا به هم دیگر آمیخته شدنشون میشوریم. وقتی که همهشون یکجایی شدن بعداً به دو قسم جدا میکنیم و یک قسمش رو دخترها میگیریم فیلادلفی تیار میکنیم، یک قسم دیگرش رو باشد کتلتی تیار میکنیم. و همین تمام دخترای عزیز دیالگنگ میگیریم و در مرزیلیک بون میمونیم که در کارشید برای اوقاتمون میبروریم. دوستانی عزیز подписаться و لایک موندن رو فراموش نسازید. این همه مهنت‌های من به خاطر شما است. در صفحه من هر روز پخت‌پزهای نو به نو میبرویند.